سلام بیننده ارجمند، امروز جمعه است و خبرهای رادیو آزادی تا کمتر از یک ساعت دیگر شروع می شوند. من طوری سفر شما را همراهی می کنم. طوری معمول برنامه مثل همیشه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و همین گونه می توانید ما را مستقیم در وبسایت azadi.org تماشا کنید. و اگر مشتری تاجیک صادرات بانک و یا اگروینوست بانک هستید پس منتظر ما باشید. یک گزارش مهم، خبر مهم برای شما داریم. البته و کاری هر یک شما به بیمارستان و شفاخانه ها افتاده است، درباره پول ستانی هم صحبت میکنیم و یک گزارش و یا فیلم مهم داریم درباره نقش داعشیان تاجیک در یک عمل تروریستی در شویتسیا. منتظر باشید ببینید که چگونه نقش داشتند. و همین گونه یک گزارش داریم درباره فتوای ملاحات درباره ختنه زنها که گفتند ممکن نیست. خب خودتان جزئیات را در ادامه برنامه خواهید دید. برنامه تا یک ساعت دیگر شروع می شود در وبسایت azadi.org، در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و همین گونه ثبت برنامه را و لینک برنامه را در ادنا کلاسنیک هم میگذاریم. منتظر باشید، برنامه شروع می شود.